سلام، من عبدالله اشرف شما را با مهمترین رویدادهای روز پنجشنبه 26 ایون آشنا میکنم. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در پیام به مناسبت روز وحدت ملی تاجیکان گفت هر یک شهروند تاجیکستان باید حفظ صلح و ثبات در کشور را رسالت اصلی خود داند. احزاب سیاسی کشور، سازمان‌های جمعیتی و واسطه‌های اخبار عامه را ضرور است که هنگام ارزیابی و انعکاس مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه با خاطر حمایت استقلالیت دولتی، منفعت‌های ملی، حفظ امنیت و ثبات سیاسی و آرامی جامعه و تحکیم وحدت ملی تاجیکان خیلی احتیاطکار و با ملاحظه باشد. همچنان روز پنجشنبه پرزیدنت رحمان در بینای دوشنبه پلازا در توی عروسی 90 جفت جوان و خدنسوری 360 کودک از عائله‌های نیازمند شهر دوشنبه حضور داشت. زندگی را خودم پیش میبرم، دی یتیمک در تربیام دارم، قدر ندارم. ای دخترم یتیم موندگیم، دخترم در فدراسیون روسیه در حجت مهنتی در کار اینو در تربیت قدرشون نابود شده. روز وحدت ملی تاجیکان بار 17 مطابق به روز امضای سازش صلح میان تاجیکان 27 ایون جشن گرفته می شود. امروز ائتلاف سازمان‌های غیر دولتی علیه شکنجه نمایش عکس‌ها را تحت عنوان به شکنجه نمیگوییم دایر کردند. در این نمایشگاه عکس‌های 3 عسکر جوان نیروهای مرزبانی به نمایش گذاشته می شود که قربانی بدرفتاری و زورآوری نظامیان رتبه‌شان بلندتر و یا به اصطلاح دیدفشین شده‌اند. این سربازان قطار شهبال میرزویف، اکمل دولتوف و مقصود ناصروف هستند که اولی در پی لتوکو مجروح و دوی دیگر فوتیدند. سازمان عفو بین الملل روز 26 ایون با نشر یک بیانیه الکساندر صادقوف، پژوهشگر جوان تاجیکستانی را محبوس سیاسی خواند. عفو بین الملل از حکومت تاجیکستان خواسته است برای الکساندر صادقوف شرایط ملاقات با وکیل دفاعی مستقل، اعضای خانواده‌اش و خدمات طبی را فراهم کند. در همین حال پژوهشگران خارجی که با صادقوف آشنایند و با او در تاجیکستان تحقیقات گذرانیدند تاکید میکنند که هدف از پژوهش صادقوف درک و جلوگیری از نیزوها بوده، یگان پهلوی آن مخفی نیست. با فکرم آنها با تهدید روبرو میشوند. به نظر من حکومت تاجیکستان و دیگر ممالک منطقه می توانند سازمان‌های غیر دولتی و پژوهشگران شبیه الکساندر صادقوف را زیر فشار قرار دهند. الکساندر صادقوف در بدخشان با گرانت حکومت بریتانیا در مسئله جلوگیری از نزاع‌ها تحقیقات پیش می‌برد. کمیته امنیت ملی تاجیکستان گفت که الکساندر صادقوف با اتهام جاسوسی به نفع کشور خارجی دستگیر شده است و با خیانت به وطن و فاش کردن اسرار دولتی متهم می شود. 5 ایون در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان در حاشیه روز مبارزه با نشامندی در صحنه تئاتر اپرا و بالت یک چاره‌بینی با تنتنه دایر شد. این چاره‌بینی با ابتکار حکومت تاجیکستان و سازمان‌های بین المللی مستقر در کشور صورت گرفت. منصبداران تاجیک میگویند مقصد از این معرکه بالا بردن سطح آگاهی و معرفت ساکنان کشور از پیامدهای ناگوار استفاده مواد مخدر می باشد. تاجیکستان با شمال افغانستان هم مرز است و متخصصان میگویند محض قاچاق مواد مخدر از این کشور و انتقال آن به کشورهای سوم باعث می شود که قسمت از این مواد در داخل کشور ماند و این سبب افزایش نشامندی می شود. طبق اطلاع رسمی حالا در تاجیکستان بیش از 7000 معتادان مواد مخدر به سر میبرند که 200 نفر آنها زنانند. اخباری از این هم بیشتر با عکس و ویدیوهای دیگر در وبسایت رادیو آزادی، در صحیفه های ما در فیسبوک، توییتر، یوتیوب و همزمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن های همراه.